پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که با مردم معامله میکردن یه معامله داشتن که با آنها سخت نمیرسید. شما اگر یک کسی از یک کار منع کنید، نکن گویید، سخت میرسد. لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن همینه، لیکن با یک اسلوبی که به صحابه ها سخت نمیرسید. مثلا حضرت ابوبکر که از غیر ابوبکر هستند، یه روزی به مسجد دیر آمدن که مردم در رکوع بودن. این هم وقتی که از مسجد در آمد با برابری در آمدن رکوع کرد، حالا که بین ابوبکر و بین صف خیلی مسافه هست. رکوع کرد و به باقی ماندهش راه گشته آمده به صف همراه شد. کمتر شتاب هم کرد، خواست که فرصت کند تا که نماز را به قطار رکوع را دریافت کند. برای آنکه کسی رکوع را دریافت کند رکعت را دریافت کرده است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم سلام دادند، گفتند که کی همین رفتار را کرد؟ گفت که من یا رسول الله. نکن نگفتند و زادک الله حرصا فلا تعد. الله تعالی حریصی تو را به نماز زیاده گرداند. یعنی حریصی در معنای چشم تشنگی تو را، محبتی تو را به نماز زیاده گرداند. یعنی پیامبر صلی الله علیه و اول به صفات‌های نیکی او بها دادند که او صفتی چی دارد؟ او یعنی نگفتند که نکن این کارو، بلکه الله تعالی حریصی تو را زیاده گرداند. فلا تعد، تو دیگر این کارا رو نکن گفتم. یعنی وقتی که به مسجد در آمدی آهسته بیا به صف نزدیک شو، وقت هر کدام رکنی که باشد دریافت که کردی به امام اقتدا کن. آنی که از تو فوت شد قضایی میخوانی، یعنی تمام میکنی، بعد آنی که قمرای امام دریافت کردی میخوانی. مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی پیامبر صلی مقدمه داشت. یا خیلی که در مسند امام احمد آمده است، روز حضرت عمر را دیدند که در نزد حجر الاسود در اطراف خانه الله تعالی در کعبه مردم را ازدحام میکرد، تیله میکرد، اذیت میداد و این اذیت دادن حرام است و اینجا باید پیامبر صلی الله علیه و سلم انکار کنن این کار عمر را. تأخیر البیان عن وقت الحاجت لا يجوز، قاعده اصولی است. تأخیر کردن بیان از وقت حاجت جایز. پیامبر صلی باید در همین جا انکار کنند، لیکن در نظر مردم، در حضور مردم یک کس نهی منکر کردن، نصیحت کردن سخت‌تر میرسد و این نمیشود که در تنهایی بعداً گوید، چون که الان عمر مردم را اذیت داده است. گفتن که یا عمر انک رجل قوی، ای عمر تو یا مردی با قوت هستی. ثنا گفتند با عمر تا اینکه به عزت نفسش نرسد. فلا تزاحم الناس عند الحجر، مردم در نزد سنگ سیاه ازدحام نکن، غم نته، اذیت نته. فرصت که یافتی بی اذیت مردم، بدون اذیت مردم درو سنگ سیاه را بوسه کن و اگر نتونستی میتونی با دستت هم اشاره کنی و مردم را اذیت ندهی. در اینجا پیامبر صلی الله علیه و نهی کردند، ولیکن یک مقدمه داشتند. اینچنین در صحیح بخاری و مسلم از حدیث ابو هریره رضی الله عنه ثابت شده است که حضرت ابو هریره روزی به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد. گفت که یا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامه، کی سزاوارترین مردم به شفاعت شما روز قیامت؟ کی خوشبختترین مردم به شفاعت شما روز قیامت؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم باید به این سوال جواب دهند، لیکن یه مقدمه کردن. گفتن که لقد ظننت یا ابا هریره الا يسالني عن هذا الحديث احد قبلك لما رايت من حرصك على الحديث. ای ابو هریره، در حقیقت من گمان میکردم که یگان کس از تو پیشتر آمده در این مسئله مرا نمیپرسد، چون من در تو حریصی را به علم حدیث میبینم. یعنی حضرت ابو هریره به علم حدیث واقعا میلی خاص داشتن، محبتی خاص داشتن، بنابراین راوی اسلام هستند. یگان کس مثل ابو هریره زیاده از 5000 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت نکرده است. گفتن که در حقیقت من گمان میکردم که یگان کس از تو پیشتر آمده این مسئله رو نمیپرسد، چون من در تو حریصی در علم حدیث رو میبینم. این ثنا هست، این مقدمه هست. بعد سوالش جواب دادم. اسعد الناس بشفاعت یوم القیامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. سزاوارترین مردم به شفاعت من، خوشبختترین مردم به شفاعت من آن شخصی که لا اله الا الله را از قعر قلبش میگوید، یعنی خالص برای الله شده میگوید با فهم معانیش.